عکس جانوری ففتیده و سلوفانپوش در باغ حیوانات دوشنبه با زیرنویس آن که از پاندمی نه تنها آدمان می‌خفتند، شبکه‌های اجتماعی را تکان داد. سازمان زیست محیطی نیچر پروتکشن با نشر این عکس خواستار توجه جدی به وضع جانوران شد. اما مسئولان باغ گفتند یگان جانور در این اواخر نففتیده این عکس گوساله مرده بود برای غذای حیوانات. نمایندگان نیچر پروتکشن تخمین زدند که حیوانی ففتیده لاما است. در یکی از ریدهایمان جسد جانوری را دیدیم که روی زمین سلوفان پیچ است. آن را عکس گرفتیم. یگانه خطایی که کردیم این بود که روی آن را پورا نکشودیم. اما از یک طرف پورا کشودن آن امکان نداشت، زیرا آن در قسمت خواجگیداری بود و ما تخمین کردیم که آن یکی از جانوران باغ است. مسئولین باغ میگویند هر سه لامه‌ای که باغ جانوران دارد زنده اند. اوضاعی که مردم میکنه یا همین چی بود؟ محصولات گوشتی که آورده بودن مثل که مردم محل میاره که گوشت پوشت میاره، همون بیرون ده برای تقسیمات مونده بودن. این را همین کدام میگرفته، اغوا اندازه گرفته، سیانکا کده اینترنت ده فکر چیکو کده. جسد سلوفانپوش را دیدن ناممکن بود، زیرا به گفته مسئولان باغ آن را الکای جانوران خوردند. با وجود آنکه نمایندگان نیچر پروتکشن خطای خود را اعتراف کردند، میگویند ففت جانوران در این باغ زیاد است. متاسفانه دیدن جسدها و فوت جانوران در این باغ خبری نو نیست. یکی از سبب فوت آنها پیریشان نیز هست. اینجا جانوران زیادی کلانسال نگاه داشته می شوند. سبب دیگر باشد حالت بد روانی آنهاست. جانوران در جایهای بسیار خرد نگاه داشته می شوند که این جای برای چنین جانوران به مثل خرس و حیوانهای وحشی خیلی تنگ است. Такие большие животные, как медведик, например, или дикие животные. اولوغوف گفت عکس را ساعت 6 بیگاه گرفتند و به دلیل وقت کاری نبودن نتوانستند شرح آن را از کارمندان باغ بپرسند. شرایط نگهداری و غذای حیوانات موضوع بحثی همیشگی جامعه شهروندی است. آنها میگویند بخش از مبلغ خوراک جانوران از حساب درآمد از تشریف مشتریان است و با کاهش نظررس مشتریان احتمال است در تامین جانوران به غذا مشکل تر شده باشد. ما همچنین پیشنهاد کردیم که مسئولین باغ جانوران آن غذایی را که در راهروها فروخته می شوند و برای جانوران ضرر دارند منع کرده، برعکس به جای آن فروش خوراک حیوانها را برای آن والدانی که سخت می خواهند کودکانشان به حیوانها غذا دهند در سطح کسبی تشکیل کنند. مسئولان باغ به چنین گفته‌ها راضی نیستند. پیوسته تاکید میکنند که غذای کافی برای جانوران را دارند، اما آنها تصدیق میکنند که کمبودی‌های به مثل بناهای فرسوده مکان نگهداشت حیوانات و تنگی جای برای گشت و گذار جانوران وجود دارد. باغ حیوانات دوشنبه سالهای 60 عصر گذشته ساخته شده است و در آن حالا بیش از 1000 جانور نگهداری می شود. در گذشته خبرها از مرگ جانوران بارها رسانده شده است. مرگ گوزن و شترمرغ در ماه اکتبر سال گذشته بحث و تنقیدهای را به میان گذاشت که به دنبال آن برکناری رئیس آن وقته باغ محمد علی شریف صورت گرفت. در پی مرگ و میر جانوران کاربران شبکه‌های اجتماعی و دوستداران و حامیان حیوانات وضع نگهداری جانوران را در این باغ حزن‌انگیز تصویر کرده از مقامات پیوسته طلب می‌کنند که وضع را اصلاح کنند. مقامات میگویند ماهی می ففت جانوری ثبت نشده است، ولی در ماه‌های مارس و اپریل همین سال 2 جانور شتر و میمون ففتیدند. روز 28 می در باغ حیوانات دوشنبه تقریبا مشتری و دوستداران جانوران به نظر نمی رسید. کارمندان باغ گفتند قبلا در یک روز بیش از 2000 نفر از جانوران دیدن می‌کردند، اما با پیدا شدن سرایت کرونا ویروس مشتریان کم شدند. به گفته آنها تا نصف روز 28 می همگی 30 مشتری وارد باغ شده است. وابسته به چنین وضعیت آدمان خیلی کم می آیند، تا 20-30 نفر در یک روز. قبلا خیلی زیاد می آمدند.